دختر کوچولوی خانم صاحبخانه آقای کوهنر پرسید: اگر کوسه ها آدم بودن با ماهی های کوچولو مهربانتر می شدن؟ آقای کوهنر گفت: حتما. اگر کوسه ها آدم بودن توی دریا برای ماهی ها جعبه های محکم بزرگی می ساختن. همه جور خوراکی توی اون می زاشتن، هم سبزیجات و هم غذای گوشتی. مواظب بودن که جعبه ها همیشه پر از آب تازه باشه و البته همه جور اقدامات بهداشتی لازم رو به عمل می آوردن. وقتی پولک های یک ماهی کوچولو زخمی می شد، فوراً این زخم رو باندپیچی می کردن تا ماهی کوچولوی کوسه زودتر از موعود نمیره. برای آنکه هیچ وقت دل ماهی کوچولو نگیره، گهگاهی مهمانی های بزرگ برپا می کردن، چون که گوشت ماهی شاد از ماهی دلگیر خیلی لذیذتره. برای ماهی ها مدرسه می ساختن و به اونا یاد می دادن که چجوری به طرف دهان کوسه شنا کنن. مثلا به آنها جغرافی یاد می دادن تا کوسه بزرگ های تنبلی که یه گوشه دراز کشیدن بتونن اونها رو پیدا کنن. اما کار اصلی آموزش اخلاقیات بود. به اونا درس می دادن که زیباترین و با شکوه ترین کار برای یه ماهینه که خودش رو در نهایت خوشبختی تقدیم یک کوسه کنه و اینکه همه باید به کوسه ها اعتقاد داشته باشن. بیش از همه وقتی که کوسه ها وعده یک آینده زیبا رو میدادند. به ماهی کوچولوها یاد میدادن که این آینده فقط به شرطی تأمینه که اونها گوش به فرمان همه چیز رو یاد بگیرن. ماهی کوچولوها باید حذر میکردن از همه تمایلات پست، خودخواهانه، ماتریالیستی و مارکسیستی و فوراً به کوسه ها خبر میدادن اگر که یک ماهی کوچولویی چنین تمایلاتی از خودش نشون میداد. اگر کوسه ها آدم بودن، طبیعتاً بین خودشون وارد جنگ هم میشدن تا جعبه ماهی ها و ماهی های بیگانگان رو تصرف کنند. جنگ ها رو هم با ماهی های خودشون پیش می بردن. آنها به ماهی کوچولوها یاد می دادن که بین اونها و ماهی کوچولوهای کوسه های دیگه تفاوت عمیقی وجود داره. آنها اعلام می کردند که ماهی کوچولوها لالند، اما اونها به زبانهای کاملا متفاوتی سکوت می کردن و به همین دلیل نمیتونن همدیگه رو بفهمن. به هر ماهی کوچولویی که در جنگ چند تا از ماهی کوچولوهای دشمن و در حال سکوت به زبانهای دیگر رو میکشتند، مدالی از جلبک‌های دریایی آویزون میکردند و عنوان قهرمانی اعطا میکردند. اگر کوسه آدم بودن، در قلمروشان البته هنر هم وجود داشت. تصاویری زیبا وجود می داشت که در آنها دندانهای کوسه در رنگهایی با شکوه دیده می شد و حلقوم کوسه مثل باغ باسوایی که می شد در آنها حسابی ورجه ورجه کرد. در آنجا بی تردید مذهبی هم وجود داشت که به ماهی ها می آموخت زندگی واقعی در شکم کوسه ها آغاز می شود. ته دریا نمایشنامه هایی به روی صحنه می آوردند که در آن ماهی کوچولوهای قهرمان شورانگیزانه به دهان کوسه ها شنا می کردند و موسیقی به حدی زیبا بود که تحت تأثیر آهنگ های مسحور کنندش ماهی کوچولوهای غرق در رویا پیشاپیششان هم گروه نوازنده ها با شیرین ترین افکار به دهان کوسه ها سرازیر می شدند. راستی اگه کوسه ها آدم بودن، این وضع هم تمام می شد که همه ماهی ها مثل حالا با هم برابرن. بعضی از اونها پستی می گرفتن و بالای دیگران جا داده می شدن. ماهی ها یکم بزرگتر حتی اجازه داشتن که کوچکترها رو بخورن. این برای کوسه ها دلچسب هم بود، چون که اون وقت خودشون لقمه های بزرگتری گیرشون می اومد و ماهی کوچولوهای بزرگتر صاحب مقام، معلم ها، افسرها، مهندس های توی جعبه ها کار
حفظ نظم در میان ماهی کوچولوها رو بر عهده می‌گرفتن. خلاصه اینکه در دریا هم فرهنگی وجود داشت، اگر که کوزه ها آدم بودن.